اعلان کردند که یک فیلم برآمده است با مدت 10 دقیقه جایزه بهترین فیلم را گرفته است. زیادی ها کارهایشان را پرتافتند و به سوی فیلم با شوق رفتند تا فیلم را تماشا کنند. 6 دقیقه اول این فیلم را فقط سقف خانه را نشان می‌دادند. زیادی ها دعوا را گرفتند که پول ما را برگردانید. زیادی ها گفتند وقتی ما را صرف کردید. بعضی ها خستند و رفتند. در دقیقه 8 یک کودکی را نشان دادند که در رخت خواب است. در دقیقه 10 در نوار نوشته شد که شما تحمل 10 دقیقه که این طفل تمام عمرش می‌بیند، یعنی سقف خانه را تحمل نکردید. اون طفل حرام مغزش به تاجیکی به روسی سپینه مازگش کنده شده است، تمام عمر در رخت خواب میکند. برادرای عزیز، هر یک لحظه‌ای که دارید در عمر، تنی سالم، چشمی بینا، گوشی شنوا، زبانی گویا، دستی قپا، پای روا دارید، شکر کنید. من از شما خواهش میکنم دوستانی عزیز که هر نواری را میبینید که یک بیماری از شما طلبی کمک میکند، اگر توانایی کمک کردن را دارید سهم خود را گذارید. اگر نداشته باشید او را پهن کنید تا دیگران سهم خود را گذارند. تا دیدار.